تا 8 شام کار میکنین؟ بله وای چه هوا سرد است هنوز سر شام دین شب قریب که مرا اینجا یخ بزنه بچین چه کنم دیگه بچین چه چاره ایم از دیگه نکو گیری خاله جان خدا مهربان است مشکلاتتان حل کن. فکر کنین که ما بچه تان هستم خاله جان. از قدر براتون تحفه آوردیم امروز. ما در خانه دختر مامای میشینیم 3000 کرام میدم در سر کوتل. در 8 بجه شب ما اونجا رسیدم بچیم 3 جای افتیدم گرگا و سگا از پشتم دویدن. سر هستم میترسم بچیم. بیاین که یک توفه دیگه آوردیم براتون باز کنین. خودتان انتخاب کنین کدام یکیش میگیرین. انتخاب با شما. چیزی که رضای پروردگار باشه. خب حالا بازش میکنین ببینین که دیگه چی است. خب دستای نکنه خدا بچه. اوه ماشاءالله این قپایس است. بگیرین خلاص. چی تشکر زنده باشی. سلامت باشی.